وخير هذه الأمة وأشرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة التي شهد لها رسول الله بالخيرية. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرحمن على العرش استوى. همین آیات قرآن به چند 7 موضع به اومده ای، 7 موضع به اومده ای. همش امام ذکر کرد. یکم آیاتش که جا به اومده ای گفت امام سوره اعراف به، سوره اعراف به الرحمن على العرش استوى، یعنی الرحمن على العرش، بالای عرش به چی شد؟ استوا معنای استوار، استقرار معنای علا، بر آمدن، بالا شدن، هم 4 معنای میتونه. هر 4 هم صحیح. یعنی الرحمن على العرش علا او استقر او ارتفع او صعد. و اینجوری دویم آیت چنده میبیاد امام چنده دویم آیت یکم آیت هم سوره یکم آیت چیکار سرکت سوره طه خونده، دویم نش سوره چنده اعراف خونده. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش. و سیما سوره یونس خونده ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش. و چهارم سوره رعد، چهارم سوره رعد الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. معناش چیه بغیر عمد؟ یعنی الله سبحانه و تعالی آسمان به استون خلق کرد. ثم استوى على العرش ثم استقر ارتفع صعد على العرش. و اینچنین سوره طه خونده الرحمن على العرش استوى. و اینچنین سوره فرقان ثم استوى على العرش الرحمن. و اینچنین سوره سجده الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش. و اینچنین آخرین هفتم موضع سوره حدید چهارم آیتنده هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش. همین 7 موضع قرآن به اومده ای که الله سبحانه و تعالی که جواب بالای عرش به. این چیز چی است؟ هم به جهت عقل، هم به جهت نقل، هم از فطرت، هم از حس ثابت است که الله سبحانه و تعالی بالای چه است؟ بالای عرش بوده است. علو الله عز و جل به چه عرش معروف است. عرش چیه؟ این عرش خودش حرکت می‌کند چی بدن چه عرش معروف است. برای همین امام الذهبی رحمت الله علیه کتاب علو به اسناد صحیح روایت کنه از مکی ابن ابراهیم ابن فرقات البلخی که به اسم این آدم مکی ابن ابراهیم ابن فرقات البلخی اصلش فارسی بدهید. این از بزرگترین شیخ‌های امام بخاری رحمت الله علیه سال 215 هجری وفات کردگی. این از کی؟ از تبع تابعین. برای همین ثلاثیات گفته چی میگیم؟ چی میگیم ثلاثیات گفته حضرت؟ 3 قرن خلی موقتی باشید. چی گفته اگر ثلاثیات مصطلح حدیثا ما اینجا چی گفته استفاده میبریم؟ بین صاحب کتاب بین رسول صلی الله علیه و 3 نفر. فهمید؟ یعنی بین بخاری بین رسول صلی الله علیه و چند نفر است؟ الله اکبر. یعنی 3 نفر اگر نباشد بخاری همراهی کی؟ رسول صلی الله علیه و سلم. نزدیک اسناد بخاری چقدر یعنی 200 سال بعد اومده که لیکن حرکت کرده رسول صلی الله علیه و سلم به چند کس میرسد؟ 3 نفر. این بزرگترین اسنادی که در بخاری است. 3 نفر. همین 3 نفر همین ثلاثیات از همین شیخش مکی ابن ابراهیم روایت میکنند. فهمیدید؟ مکی ابن ابراهیم ابن فرقات البلخی 215 هجری وفات میکند. نه فهمیدید؟ بخاری رحمت الله علیه یگونه بخاری از مکی ابن ابراهیم دیگه تمام. این مکی ابن ابراهیم از رجال کتب 6 است. بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه هر 6 اینا چی میکنن از مکی ابن ابراهیم روایت میکنن. لیکن تنها بخاری خودش تقریبا 27 حدیث از مکی بدون واسطه روایت میکنن. حدثنا مکی ابن ابراهیم روایت میکنن. بین موت بخاری و موت ابراهیم مکی ابن ابراهیم میدونید چند سال است؟ چند سال است؟ احسنت، قریب 41 سال است. 41 سال است. لیکن با وجود همین از مکی بدون واسطه به پسرید میکنن، به واسطه 27 حدیث روایت میکنن. لیکن دیگرها مسلم و ابو داود ترمذی و همه بچه با واسطه روایت میکنن. یعنی مکی و ایغا بچه میشد شیخ و شیخاشون میشد، یعنی بابا میشد، بخاری به پدر میشد. دیدید؟ برای همین مکی ابن ابراهیم شیخ امام احمد
یعنی امام احمد هم مسندش بعد مکی ابراهیم روایت میکرد، بخاری هم از مکی ابن ابراهیم روایت میکرد. احمد بخاری به کی شیخ است. دیدید مکی ابن ابراهیم اند، اینا هر دو چی شدن؟ یعنی یک طبقه شدن. برای همین بخاری بسیار شیخ باشند، همراهی شیخ استاد میستند. فهمید؟ مثل مکی ابن ابراهیم به بخاری از جای احمد جای کمیش نیست، با احمد برآورده. فهمید یا نه؟ برای همین امام بزرگ بود. امین. همین آدم مکی ابن ابراهیم چی دارد؟ زن دارد. زن دارد. زنش به زنی جهم ابن صافان. جهم ابن صافان یکی جهم ابن صافان میبیاد، زنی جهم ابن صافان اومده ام ابراهیم. ام ابراهیم زنی مکی ابن ابراهیم. مکی ابن ابراهیم ابو ابراهیم کنیش. مکی ابن ابراهیم ابن فرقات ابو ابراهیم. فرزند کلانیش کی است؟ ابراهیم گفته پسر دارد، برای ابو ابراهیم میگن. زنش ام کی میشد؟ ام ابراهیم میشه. ام دیگه میشه. خلاص ام ابراهیم میشه. جهم ابن صافان ام ابراهیم به میبیاد، میگوید که یا ام ابراهیم، میگوید هذا العرش الذي يزعم زوجك من الذي نجره؟ نجره گفته چی میگن؟ نجار، دوریدگر. کی وای عرش یعنی چی است؟ عرش معروف، عرش است. عرش مثلا چی است؟ عرش میدید نه چی میگن؟ روسی به ترون میگن ده معروف. یعنی وای از گویا که یعنی وای عقل خودش که چی میکنه؟ چوب است چی وای کی دوریدگر کرده، کی اره کرده، رنده کرده، کی ساختگی وای. وزن جهم ابن صافان چی بود؟ جهم ابن صافان یکی از رئیس اهل بدعت، اهل تعطیل و تحریف است. زنش بادیت الاسنان بود. بادیت الاسنان می‌دونید؟ دندان چی؟ زوباستی. دندانهاش برآمدگی میشدن، دندانهاش برآمدگی میشد که دندانهاش به آرام برآمده میستن. میگوید که ام ابراهیم زن این امام اهل سنت و الجماعه، زن شیخ امام بخاری، ام ابراهیم میگه که نجره الذی نجر اسنانکی، هم دندانها تا رنده کاره بریدگی همین عرش هم خدای ساختگی. جواب دیدید؟ جواب چی؟ سنی اثری ها؟ جواب دندونش شکست یعنی. دندونش شکست یعنی. فهمید؟ خلاص الله سبحانه و تعالی عرش گفت چی حاجت؟ الله تعالی توی خلق کرده، تو عرش خلق کردن به قادر نمی است اومده و به عرش ساخته میداد. فهمید؟ برای همین این چی بود؟ یعنی زنها فطرتنده بودن، لیکن امروز مردها از فطرت جدا شدن. فهمید؟ علم چیز؟ فهمید؟ برای همین علو الله سبحانه و تعالی، عرش الله سبحانه و تعالی این چیز مشهور است، معروف است برای هر کس. الرحمن علی العرش استوى. عرش مثلا خیلی که همین زن گفت همین عرش است. برای همین رسول صلی الله علیه و سلم میگه 7 جای قرآن با اومدگی همین عرش چه بدونی چی به و نه چی شده؟ نه یعنی بعد چی اومدگی؟ بعد تقدیم تاخیر هیچ خیلی مثلا ما یقدم ولا یؤخر هیچ خیلی فرق نداره. ثم استوى على العرش الرحمن. الرحمن یعنی چی اومد جنده؟ یعنی مونده معروف که مثلا چی میشه؟ یعنی مبتدا تأخیر و تقدیم شدنش چیزی بگنی. الرحمن این جنده مبتدا چی میشه؟ مؤخر. مبتدا تأخیر یافتنش چیزی از جهت لغت چی هست؟ جایز است. مبتدا از جهت لغت تأخیر یافتنش چیزی نیست. خبر حاضر این جنده علی العرش، علی العرش خبر میشه، خبر مقدم، الرحمن چی میشه؟ مبتدا مؤخر میشه. فهمید؟ این از جهت نحوی این چیز مشهور، این چیز مثلا هیچ گپ نیست. قائم زیدون میگه یا که زیدون قائم میگه هیچ خیلی باکی نداره. همین چیز که چی بر اومد یعنی عرش الله سبحانه و تعالی واضح است.